یه سری سوالاتی را متقاضیان محترم استخدام در فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی داشتن که به بعضی از اونها پاسخ میدم. یکی اینه که دانش آموزان سال آخر متوسطه سال 4 میتونن ثبت نامشون رو انجام بدن یا نه. اگر تا شهریور ماه میتونن مدرکشون رو اخذ کنن، بله قطعا میتونن اینها ثبت نام انجام بدن. یا در ماه‌های آتی هم کسی که میدونه تا 4 ماه آینده حتما میتونه مدرکش رو ارائه بده، بله اون هم میتونه ثبت نام رو انجام بده. و یه سوال دیگه ای که دارن این هستش که در چه مقطعی الان ثبت نام داریم؟ در مقطع درجه داری با مدرک دیپلم و فوق دیپلم. فرق بین مقطع درجه داری و افسری این هستش که کسانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم هستند اینها درجه دار میشن و کسانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر هستند اینها افسر میشن، به اضافه کسانی که با مدرک دیپلم وارد دانشگاه پلیس میشن، اینها هم افسر هستند. و سوالاتی که خانم‌های بزرگوار از انتظامی استان دارن، آیا استخدامی نیروی زن هم داریم یا نه؟ خیر، امسال به هیچ عنوان نیروی خانم استخدام نداریم و سهمیه استان تکمیله و هیچ گونه استخدامی برای نیروی زن نداریم. آیا کسانی که علیه آنها شکوایی تنظیم شده یا شکایتی شده اینها میتونن بیان کار استخدام انجام بدن یا نه؟ بله میتونن بیان انجام بدن در صورتی که رأی دادگاه برامون محرز باشه و جز اون موارد تاثیرگذار در استخدام نباشه. اینها رو باید رعایت کنیم، حکم دادگاه رو ببینیم دستورالعملمون اجازه استخدام میدن یا خیر. شهروندان عزیز، داوطلبان گرامی میتونن به آدرس خیابان مطهری شمالی، جنب پلیس فتای استان، اداره گزینش استخدام انتظامی خراسان شمالی مراجعه کنن و سوالاتی که دارن یا ثبت نامی که میخوان ان شاءالله انجام بدن.